بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید کانون پرمهر خانواده هر روز فضایش صمیمی‌تر و مهربانتر و زیباتر از دیروز باشه. عزیزانی که دور هستن از فضای خانواده به خاطر هر دلیلی که هست، انشاءالله الله تعالی اونها رو زودتر به کانون پرمهر خانواده و جمع اقربا و خویشاوندان بازگرداند تا بتونن که فضای زیباتری رو تجربه بکنند. الله رو شاکریم که یک بار دیگر هم این توفیق رو نصیب راه کرد تا خدمتگزار شما خوبان باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل با موضوعی دیگر. در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان موضوعی رو آغاز خواهیم کرد و صحبت خواهیم نمود به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که افتخار دادن و باز هم دعوت ما شما رو پذیرفتن برای حضور در این برنامه تا از بیانات زیبایشون استفاده کنیم. من در ابتدای برنامه عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی شما بینندگان عزیز خدمت جناب دکتر. جناب دکتر خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و ارجمند و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از این که باز فرصتی دادید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم و مهمان سفره دل شما کمال سپاس و تشکر رو دارم و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی میکنید و با پیشنهادات و انتقاداتتون این برنامه رو پر رونق‌تر کرده اید و انشاءالله که بتونیم دست در دست هم گرهی از گره های کور جامعه رو بکشاییم انشاءالله. آمین آمین. به همراه شما بینندگان عزیز میخوایم امروز در مورد یک موضوع جدید صحبت بکنیم، موضوعی که مستقیم با لحظه لحظه زندگی ما در تماس است. زندگی، اون لحظاتی که ما پشت سر میگذاریم، زندگی اون روزهایی که ما پشت سر میگذاریم. اگر بخوایم زندگی رو بگیم چند روزه، شاید این تعبیر مناسبی باشه که بگیم زندگی 3 روز بیشتر نیست. دیروز، امروز و فردا. زندگی همین 3 روز فقط. دیروز که گذشت، دی که از تو گذشت، هیچ از آن یاد مکن. فردا که نیامده فریاد مکن. بر رفته و ناآمده بنیاد مکن. حال خوش باش، عمر برباد مکن. امروز میخوایم با شما درباره زندگی صحبت کنیم و اینکه چگونه در زندگی از زندگی خودمون لذت ببریم. چگونه میشه از زندگی لذت برد با توجه به شرایطی که داریم. آیا لذت بردن از زندگی نیاز به یک سری وضعیت خاص اقتصادی یا یک موقعیت خاص اجتماعی و یا یک مدرک و تحصیلات خاص هست یا نه؟ هر کسی در هر فضایی، در هر شرایطی، در هر سن و صنف و جنسی میتونه که لذت ببره از زندگیش. معیارهای لذت و خوشبختی در زندگی چیست؟ زندگی که ما به تعبیر خودمانی و ساده تر در 2 نیمه اول و دوم داریم پشت سر میگذاریم. در نیمه اول زندگی همیشه منتظر فرارسیدن نیمه دوم هستیم و با انتظار نیمه دوم میگذرد و نیمه دوم در حسرت نیمه اول. این زندگی کجاست؟ این زندگی کدوم روزهاست؟ کی میشه این زندگی رو تجربه کرد؟ چرا ما همش منتظریم تا برسه؟ ما وقتی که به زندگی صحبت میکنیم، از زندگی صحبت میکنیم و وقتی که به زندگی فکر میکنیم، غالبا این گونه است که گمان میکنیم یک لحظات خوشی، سعادتی قرار بیاد و پیوسته منتظریم تا بیاد. اولش که منتظریم، بعد که مدتی چند سالی میگذره در انتظار، بعد به گذشته فکر میکنیم، میبینیم که
20 سال، 30 سال، 40، 50 سال گذشت و ما همچنان منتظریم تا به دنبال خوشی و منتظریم تا به خوشی برسیم و به دنبال سعادت و خوشبختی میگردیم همچنان و گویی که هنوز به اون دست پیدا نکردیم. چگونه میشه از زندگی لذت برد؟ امروز میخوایم با شما در این باب صحبت بکنیم و جناب دکتر تا بهتر زندگی رو درک بکنیم، تا بهتر زندگی رو استفاده بکنیم، تا معنای حقیقی خوشبختی و سعادت رو در زندگی تجربه کنیم بعد از اینکه درست فهمیدیم و درکش کردیم. جناب دکتر، وقتی که ما از سعادت در زندگی میگیم و اینکه در زندگیمون لذت ببریم، چگونه میشه اصلا از زندگی لذت برد و معنا و مفهوم چی است؟ اصلا وقتی که ما زندگی صحبت از لذت در زندگی میکنیم، منظور از این لذت، مقصود از این لذت چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. اگر اجازه بدید از همین راه دور بنده یک بوسه میزنم بر محاسن زیبای استاد سلیمانی که این موضوع رو انتخاب کردند. حقیقتش این موضوع خیلی خیلی مهم هست و امروز ما یک مباحثی رو اینجا مطرح میکنیم که دوستان نیاز هست که اینها رو با دقت بگیرن انشاءالله و هم در زندگی خودشون پیاده کنند و هم تحفه و ارمغان کنند در مجالسی که با دوستان میشینند. حقیقتش خیلی از ما چون که تصور درستی از زندگی نداریم، خودمون هنوز زندگی رو شروع نکردیم. بچه ها زندگی رو شروع نکردن، منتظرن که فارغ التحصیل بشن، دانشگاه برن، دانشگاه رفتن، منتظر زندگی هنوز شروع نشده، میخواد ازدواج کنه، ازدواج نمیدونم سربازی و فلان و به تأخیر افتاد، پس زندگی هنوز شروع نشده، ازدواج کرد خب هنوز زندگی شروع نشده، بچه دار نیست، بچه دار شد هنوز زندگی شروع نشده، چون که خونه زندگی هنوز کرایه نشین هست، در حال نمیشه کاری کرد، جمع تا یک قرون دو قرون خونه دست و پا کرد، هنوز زندگی شروع نشده که میبینه اصحاب دست از 2 پا به 3 پا و 4 پا افتاد و تا چشاشو باز کرد خودشو تو قبر دید، هنوز زندگی شروع نشده. این متاسفانه دیده که خواجه مرد و هنوز خواجه زندگی شروع نکرد. خب این مسئله برمیگرده به اینی که ما درست نفهمیدیم که ما مسلمونیم. آقا اگر مسلمونی این جمله رو میخوام همه دوستان خوب بشنون، اگر مسلمونی باید خوشبخت باشی، اگر خوشبختی باید حتما مسلمونی، اگر مسلمونی و خوشبخت نیستی بدون که مسلمون نیستی، داری خودتو گول میزنی. خداوند متعال به ما چه فرمودند؟ یک قاعده کلی که هدف و پیام زندگی رو میرسونه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من این بشر رو، انسان و جن رو من نیافریدم مگر برای عبادت. خب عبادت خداوند متعال. عبادت چی هست یا رسول الله؟ به ما یاد بدید که عبادت چی هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما فرمودن الدعاء هو العباده. دعا عبادت هست. خب پس ما دعا کنیم، این عبادت هست. خب دعا کردیم یا رسول الله بهترین دعاها چی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن افضل الدعا الحمدلله. بهترین دعاها الحمدلله است، شکر خداست. شکر به جای آوردن یعنی چی؟ یعنی من از این زندگیم راضیم، من خوشبختم، شکر خدا، همه چیز به خوبی میگذره، همه چیز وفق مراد هست، در دلم احساس سعادت میکنم، احساس خوشبختی میکنم، پس من راهم درسته، کاری که میکنم بیسته، هدف زندگیم برآورده است. اگر همچنین حالتی داشتم پس من در مسیر قرار دارم. در غیر این صورت من در مسیر زندگی درست نیستم. آقا من میخوام خوشبخت باشم، قرآن به من بگو راه خوشبختی چیه؟ بفرما.
فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. کسی که بر مسیر اهدنا الصراط المستقیم حرکت میکنه، بر راه راست هست، امکان نداره که گمراه بشه و شقاوتمند بشه، بدبخت بشه، نگونبخت بشه. خب اگر نگونبخت بود، پس این از کجا آب میخوره؟ از جای دیگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کس که از راه اهدنا الصراط المستقیم زد کنار، زد تو خاکی رفت، اینه که دیگه امکان نداره خوشبخت بشه. جناب دکتر یک پرانتز باز کنیم، ببخشید میونه کلامتون. فرمودید که وقتی که بحث اطاعت و اتباع از دین مطرح میشه، هرگز نباید احساس عدم خوشبختی در ذهن انسان بیاد. ما بعضی وقتا این اتفاق میفته، ما یک انسان مسلمان، یک انسانی که نماز میخونه، یک انسانی که قرآن میخونه، یک انسانی که تلاوت میکنه، احیانا این احساس رو داره که احساس میکنه خوشبخت نیست، احساس میکنه که در زندگی بدبخته و احساس میکنه، یا حداقل از کلام اینجوری شنیده میشه. بعضی وقتا ما کلامهای بعضی از برادران و خواهران رو میشنویم که من بدبختم، من بیچاره‌ام، من دربدرم، من اینطورم، من علم، من بنم، مسلمانم هست، قرآنم میخونه، نمازش هم ترک نمیشه. این مشکل کجاست؟ بله کاملا درسته. این مشکل برمیگرده به چی؟ برمیگرده به فقدان یا نشناختن خدا، برمیگرده به از یاد بردن خدا. خداوند متعال میفرماید فذکرونی اذکرکم. شما در یاد من باشید، همیشه منو یاد کنید، همیشه منو همراه خودتون داشته باشید، من همراه شما خواهم بود. اگر همچنین موردی به وجود نیومد، ببینید هیچ امکان نداره ما کاری رو انجام بدیم، یک هدفی در زندگی داشته باشیم، یک مرادی مد نظرمون باشه، یه تصمیمی باشه، مگر که در این تصمیم، در این هدف، در این مراد ما یک خدایی رو میخوایم عبادت کنیم، میخوایم که رضایت و خوشنودی یک خدایی رو بهش برسیم. به این معنا که اگر من کاری رو انجام دادم، میخوام که مثلا مدرک بگیرم و درس بخونم، مدرک بگیرم که چی؟ که ازدواج کنم، زن و بچه داشته باشم، خونه و چی داشته باشم، یعنی اینی که به خودم برسم. پس من یک خدایی رو مد نظر گرفتم که این خدا اسمش هست خود. این خدا اسمش هست خود، همون تعبیر قرآن کریم اتخذ الهه هوا، که همون خواهش های خودشو خدای خودش قرار داد. چون که من این خواهش رو مد نظر داشتم، خب به طرف اون میدوم، خستگی تحمل میکنم، زجر تحمل میکنم، همه زحمت ها رو تحمل میکنم که چی؟ آقا من دکترا رو بگیرم. خب گرفتمش. وقتی گرفتمش تا رسیدن به این به اصطلاح دکترا من زندگی نمی کنم، من تلاش میکنم، هدفم اینه که دکترا رو گرفتم، اونجا که رسیدم سعادت رو خواهم دید. وقتی که به اون قله رسیدم میبینم که ای بابا هیچی، دو تا عکس که انداختم تو فیسبوک، انداختم این ور و اون ور، شیرینی دادم و شیرینی خوردم و اینا که من دکترا رو گرفتم، یک کلاهی هم گذاشتم رو سرم. بعد از این که به سراغ برگشتم میبینم که هیچی دستم نیست، سعادتی کسب نکردم، هیچی بهش نرسیدم. اما اگر نه، من اومدم همین راه رو، همین مسیر رو طی کردم، هدفم این بود که من دکترا رو بگیرم که بتونم به جامعه خدمت کنم، به انسانیت خدمت کنم، هدفم رسیدن به رضایت خداوند منان باشه. در طول این مسیری که من میرم، این زحمت ها و تلاش هایی که من انجام میدم، همه اینها یکش در میزان فکر من، در اندیشه من برای رسیدن به رضایت خداوند هست. پس در طول این مسیر من زندگی میکنم، من از خوشبختی و از سعادت لذت میبرم. وقتی هم که به مدرک رسیدم یا نرسیدم، من این لذت و سعادت همچنان ادامه داره. نرسیدم، در مسیر راه مشکلی به وجود اومد، در مسیر راه نمیدونم اون خویشی وفات کرد، من مجبور شدم که به اصطلاح درس رو ترک کنم و مسئولیت ایشون رو به دست بگیرم که رحلت فرمودن. همه اینها اون خوشبختی و اون لذت من رو گم نمیکنه. وقتی هم به مدرک هم میرسم، باز خوشبختی، چون که مدرک من، مسیر من، تصور من به خودیت نیست، به رضایت خداوند متعال هست. یک قاعده کلی رو الان میگم، میخوام که همه عزیزان اینو حفظش کنند. خداوند متعال
به دنیا این اجازه رو نداده که مصدر سعادت و خوشبختی من و شما باشه. عزیزان بار دیگه، خداوند متعال به این دنیای فانی این اجازه رو نداده که مصدر سعادت من و شما باشه. الان این دنیای فانی میخواد هر چه باشه، میخواد که پادشاهی دنیا باشه. من بخوام پادشاه دنیا باشم، پادشاه که شدم یه 2-3 هفته بیشتر کیفشو نمی کنم. بعد از اون میبینم که ای بابا این تمام همه این کره زمین دست منه، این کره زمین که در کهکشان یه نقلی هم نمیشه. خب پس سعادتم گم شد، اون خوشبختی که دنبالش بودم گم شد. دنبال این بودم که خوشبخت بشم. خب آقا من هدفم اینه که نمیدونم ملکه الیزابت نمیدونم بریتانیا رو باش ازدواج کنم. خب ازدواج کردم دیدم بابا این که چی بود؟ یه پیرزن ژولیده، از این خیلی خوشگلترش هم هست، بهترش هم هست، پولدارترش هم هست. تمام این خوشبختی رفت، هیچی. یعنی یک لذت آنی بود که ذوب شد. اما خوشبختی کجاست؟ خوشبختی وقتیه که من در مسیر سیستماتیکی که خودم توش برنامه ریزی شدم حرکت کنم. وقتی که قطار روی مسیر خودش حرکت میکنه خیلی راحت میره، اما وقتی که از این مسیر بیرون افتاد یا چپه میشه یا میفته تو دره یا نمیدونم حداقلش به اصطلاح راحت حرکت نخواهد کرد. دقیقاً همچنین حالتی رو ما داریم. وقتی که خداوند متعال ما رو آفرید برای بهشت، برای رسیدن به رضایت خداوند متعال، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینی که ما عبادت خداوند متعال بکنیم. وقتی که من در مسیر عبادت خداوند متعال حرکت میکنم احساس خوشبختی میکنم. چرا؟ چون که در اون مسیر حرکت میکنم که در اون مسیر، برای اون مسیر من برنامه ریزی شده ام. خداوند متعال ما رو برای رسیدن به رضایت خودش، برای رسیدن به رضایت الله خلق کرد و خداوند و شناخت خداوند و رسیدن به خداوند خودش بی نهایت هست، یعنی الله اکبر هست. وقتی که الله اکبر رو من پرستش میکنم، وقتی به سوی الله اکبر حرکت میکنم، یعنی توانی که در من گذاشته شده توان رسیدن به سوی بی نهایت هاست. وقتی میام خودم رو به یه چیز محدودی، حالا این محدود میخواد کل دنیا هم باشه، کل دنیا هم که باشه محدود هست، وقتی به این محدوده من به اصطلاح خودم رو گره میزنم تا بهش میرسم، تا نرسیدم که خب در دلهره هستم، در تلاش هستم، زندگی نمی کنم، زجر میکشم. وقتی رسیدم بهش یه لحظه آنی کیف میکنم، یه هفته نگذشته میبینم که با این مثل همه از این بهترش هم هست. خب اون لذتی که میخواستم از دست دادم. پس لذت اصلی در چه هست؟ همونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن افضل دعا که خود دعا عبادت هست الحمدلله است. وقتی هست که دل من پر میشه از الحمدلله. وقتی حالا شما میگید که هر جا به اصطلاح ما میگیم آقای عمر چطوری؟ میگه الحمدلله. بابا بعضی وقتا الحمدلله از یه زهرمار هم تلختره. خب طرف میاد همچنین میگه الحمدلله، یعنی یه چیز کلشیکی هست، یه چیزی به اصطلاح معروفه تو شهر، همه میگن الحمدلله، منم میگم الحمدلله. یعنی عرف شده، اگه نگم مثلا یه عادت و یه عرف رسمی، مثل یه عرف، مثل یک به کلمه‌ای که ما روش عادت کردیم، مثل یک نمیدونم همین سلامایی که ما به هم دیگه میدیم. خب همچنین بعضی وقتا طرف سلام میده که کاش اگر فوش میداد خیلی به اصطلاح شیرین‌تر میبود تعاملش. خیلی این رو ما احساس میکنیم. چرا؟ چون که کلمه خودش بار داره، یه بار منفی داره، یه بار مثبت داره. خب همین لحظاتی پیش با یک دوستی همچنین حرف میزنم، از وضعش پرسیدم، گفت الحمدلله. براش نوشتم که تلخترین و شلترین الحمدلله که تو عمرم شنیده بودم همینه. واقعیت هم داشت. خب یعنی زورکی یه چیزی همینجوری میگه دیگه، به زور یه چیزی زبونش میاد دیگه، حرف دیگه ای نداره بگم الحمدلله. دقیقاً همین حالتی. خب این معیار نیست. پس ما
چون که خداوند متعال ما رو برای رسیدن به خودش، ببینید قاعده قرآنی رو ببینید. قرآن کریم میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ولذلک امرت. بگو نمازم، حرکت هام، زندگیم، حتی مرگم برای خدای رب العالمین هست و به این من امر شدم. اگر همه به اصطلاح حرکت ما به سوی رب العالمین باشه، رضایت خداوند متعال مد نظر ما باشه، در این صورت ما احساس سعادت خواهیم کرد، شقاوت نخواهیم دید و از زندگی لذت میبریم. و اینی که به اصطلاح فردا چه خواهد شد، این ترس، این واهمه ما رو اذیت نمیکنه. خداوند متعال میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی، حالا فرق نمیکنه چه زن باشه چه مرد باشه، هر کسی که نیکو سرشت بود و ایماندار بود، عمل صالح انجام داد، ما به اون زندگی دنیا رو به عنوان یک زندگی لذت بخش، یک زندگی پرسعادت، ما به اون هدیه میکنیم. لنحینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هر کاری اونا بکنن ما بهتر از اونو به اونا میدیم در همین دنیا. حالا دو آخرت اون حسابش جداست. در همین دنیا ببینید انسان یک موجود پر است. البته این منو بیاد روزهای حجامه میندازه. این روزهای خوبی است برای حجامه. خون کامل هست در جسم انسان پر هست. من میخوام که گردش خونم درست‌تر بشه، خونم بهتر بشه، نمیدونم گلبولای زنده و تازه و شاداب و جوون بیاد توی خونم، از بسیاری از بیماری‌ها و سردردها و نمیدونم کمردردها و نمیدونم این دردا نجات پیدا کنم. چیکار میکنم؟ میام حجامه میکنم. حجامه یعنی چی؟ یعنی میام یه مقداری از خونم که خون فاسدی هست، خون پیری هست، خون ژولیده‌ای هست، خون مرده‌ای هست، این رو میگیرم میندازم بیرون. در مقابل چی میشه؟ بهتر از اون رو خداوند در جسم من تولید میکنه و جسم من پربار میشه. من همینطور در زندگی این باید معیار باشه برای من که وقتی که من میخوام بهتر بشم باید در راه خدا بدم. در مسیر زندگی باید این بارهایی که روی من هست اینها رو خالی کنم تا بارهای مثبت بیاد. بارهای منفی رو بریزم دور تا بارهای مثبت بیاد. هم در راه خدا بدم تا خداوند بیشتر به من بده. در همه مسیر زندگی عطا، بخشیدن، انفاق کردن، این باعث چی میشه؟ باعث سعادت میشه، باعث خوشبختی میشه. وقتی که در محیط خانواده هستیم اگر میخوای احترام کسب کنی احترام بده، احترام ندی احترام کسب نخواهی کرد. اگر میخوای خوشبخت بشی سعی کن دیگران رو خوشبخت کنی. مگه ما نگفتیم در معیار ازدواج در خانواده چی هست؟ و در دوستی هم همین معنا هست. دقیقاً اگر من با کسی دوست هستم، هدف از دوستی یعنی چی؟ یعنی من با شما یه رابطه ای ایجاد میکنم که من و شما میشیم برادر و در برادری من سعی میکنم شما رو به عنوان یک برادرم، به عنوان یک عزیزم شما رو خوشبخت کنم. شما وقتی که به هم میرسیم چی میگیم؟ میگیم السلام علیکم، نمیگیم السلام علیه. نمیگم وقتی که به شما آقای سلیمانی برسم بگم آقای سلیمانی سلام بر من بدید. خب یعنی سلامتی، آرامش، خوبی رو به من بدید. نه، من میگم سلامتی، آرامش، خوبی از طرف من برای شما تأمین شده و رحمت خدا رو هم براتون میخوام، برکات خدا رو هم براتون میخوام. خب پس من دارم یه چیزی، نیروی مثبتی رو از خودم به شما هدیه میدم. وقتی که این نیرو رو دادم
چون که این رو از ته قلبم میدم، یه لبخندی هم میذارم روی لبام، میبینیم که این نیرو منتقل میشه به طرف مقابل. حالا اون طرف مقابل عصبانی است، از بیرون اومده میخواد یه دعوایی بکنه. تصور کنید آقای کارگردان احمد آقا عصبانی است، نمیدونم آقای سلیمانی نمیدونم پروژکتور رو شکسته، فلان و از این دستش خورده شکسته به هر حال، یا به اصطلاح دکمه نمیدونم میکروفون خاموش کرده، صدا نمیاد، عصبانی میومده داخل میخواد داد و فریاد بزنه. آقای سلیمانی یه لبخند زیبایی مثل همونی که الان رو لباشون هستن میندازند روی لبا، میگن که السلام علیکم. ببینید اون طرف مقابل یهو مثل این که یک به اصطلاح پارچه آب سرد ریختی، اون آتشی که درش بود اون رو خاموش کردی. دقیقاً ما در مسیر زندگی احساس خوشبختی، احساس سعادت، احساس احترام رو وقتی کسب می‌کنیم که این رو به دیگران بدی. ما موظفیم که دیگران رو خوشبخت کنیم، خوشبختی خودش پیش ما میاد. وقتی در میثاق نامه ازدواج ما چیکار کردیم؟ اومدیم ازدواج کردیم، خداوند متعال با خداوند متعال میثاقا غلیظا رو امضا کردیم که من طرف مقابل رو خوشبخت میکنم و هیچ در این ذکر نکردیم که به اصطلاح به این شرط که او هم مرا خوشبخت کند. نه، این اصلا در شرطمون نبود. طرف مقابل هم همین، خانم هم امضا کرد که من ازدواج میکنم، به این ازدواج در میام که طرف شوهرم رو خوشبخت کنم و توش نبود اگر ایشون منو خوشبخت کرد من خوشبختش میکنم. پس یه طرفه است. وقتی که ما یه طرفه حرکت میکنیم، یک طرفه عطا داریم، یک طرفه بخشش داریم، طرف مقابل خود به خود بخشش رو خواهد داد به ما، خود به خود این انعکاس پیش ما خواهد پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال به ما گفت که اجرشون رو احسن العملا بهشون میدیم، اونا چه کردن ما بهترش رو به اونا میدیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم برای اینکه بدانیم که از این چند صباح عمرمون چطور میشه که بهتر لذت برد. چند روز که بیشتر نیست، اونم که چند روزش باقی مونده نمیدونیم، اما اینو میدونیم که هر روزی که به عمر ما اضافه میشه در حقیقت یک روز از عمر ما کم میشه. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت
وبعد 40 رغب 6 وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت؟ ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت. تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. بله سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سربران. در دنیا ما هر وقت که بخوایم یک وسیله‌ای رو بدونیم که بهترین شیوه استفاده از اون وسیله و بهترین راه استفاده بهینه از یک شیئی که یک جای تولید شده در یک کارخانه‌ای در یک شرکتی چه هست، لازماً و بالاجبار باید مراجعه بکنیم به اون دفترچه راهنمایی که همراه اون شیء، اون شرکت سازنده، اون کارخانه گذاشته. چون که به هر حال اون کسی که این رو طراحی کرده، اون شخصی، اون مهندسی، اون مجموعه‌ای که این رو طراحی کردن برای یک هدف خاصی، به یک سری ویژگی‌های خاصی، اونها میدانند که این وسیله چگونه کار میکنه، چه طبیعتی داره، چه ورودی‌هایی داره، چه خروجی‌هایی داره، چه معایبی داره، چه نقاط ضعفی داره، چه خطراتی داره و چه ویژگی‌هایی داره. و غالبا این گونه است. هر دفترچه راهنمایی رو که ما نگاه میکنیم ما
در این دفترچه راهنما بخش‌های مختلفی رو ما می‌بینیم. توضیح میدم این وسیله رو و نحوه کارش رو و یک سری خطرات که احتمال داره از استفاده نادرست این وسیله ناشی بشه و حاصل بشه و راه‌های جلوگیری از خطر و احتیاطات لازم، نحوه اصلاح اولیه. خیلی از وسایل مشکلات اولیه که احتمال داره وجود بیاد رو برای ما می‌نویسن که این مشکل راه حلش این است. طبیعتاً ما انسان‌ها هم که عجیب‌ترین مخلوق الله متعال هستیم و الله متعال ما رو خلق کرده، یک دفترچه راهنمایی، یک کتاب راهنمایی نیاز داریم که بتونیم بر اساس اون آنچه که در این کتاب خالق ما برای ما نوشته و فرستاده، ما نقاط ضعف و قوتمون، مشکلاتمون، راه‌های خوشبختی و سعادتمون و آنچه که ما رو کمک میکنه در راه اون هدفی که خلق شدیم از اون کتاب پیدا بکنیم و غیر از قرآن کریم هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه. این کتاب راهنما که الله تعالی ما رو خلق کرده و برای ما فرستاده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا آن کسی که شما رو خلق کرده و لطیف است و خبیر، آگاه به همه اسرار شما، آیا اون نمیدونه که شما چی هستید؟ ما رو او خلق کرده. اصلا کلا هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، دورانی بر ما گذشته که اصلا نبودیم، الله تعالی ما رو خلق کرد و کتابی برای راهنمایی ما فرستاده و در راه سعادت و خوشبختی در این کتاب برای ما دستوراتی رو ذکر کرده که من گرچه جناب دکتر اشاره فرمودن دوست دارم که دوباره این آیه رو با هم مروری داشته باشیم. آیه 97 سوره مبارکه نحل رو عزیزانی که دوست دارن یادداشت بکنن، حفظ بکنید، بنویسید، بزنید به دیوار اتاقتون و اینو هر روز جلوی چشمتون باشه. ترجمهش رو بنویسید، خودش رو بنویسید، بفرستید برای دوستان، برای آشنایان. این دستورالعمله، این یه قانونه، این یه فرموله، این یه شعار نیست، این گفته من نیست، گفته فلان شخص و فلان شخص نیست، گفته خالق انسانه. فرموده الله متعال من عمل صالحا، هر کسی که عمل نیک انجام بده، من ذکر او انثى، مرد و زن هم نداره. درسته که دوتا محصول متفاوتید، شما دوتا فراورده متفاوتید، در ذات مرد و زن تفاوت‌هایی با هم دارن، اما هر کدوم از شماها که من عمل من صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، با کمال ایمان، باوری که داره، اون قلبش، اون توکلش، اون اعتقادش، اون اخلاصش، اون ارتباطش، اون تعلقش به الله متعال، آنچه که بو باور داره از قیامت، از بهشت، از دوزخ، از الله متعال و صفات الله متعال و همراهی فرشتگان و قضا و قدر الهی و آنچه که بعد ایمان داشته باشه، اگر این گونه بودید، فلنحیینه حیاتا طیبه، حتما، قطعا، یقینا. سه تا تاکید داره، یک لام تاکید، یک نون تاکید ثقیله در آخر، یک لام تاکید در اول. قطعا، یقینا، هیچ شکی در این نیست که زندگی سعادتمند، زیبا نصیب شما خواهد شد. این تازه مال این دنیاست. ولی نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ما در قیامت الله متعال میفهمد قطعا و یقینا و بدون شک بهتر از آنچه که انجام دادید به شما پاداش داده خواهد شد. سعادت و خوشبختی در این است و بس که انسان طبق آن چیزی که برای اون آفریده شده راه بره. در دنیا و آخرت به سعادت و خوشبختی خواهد رسید بدون شک. جناب دکتر عرض سلام مجدد. من فقط گفتم درسی پس داده باشیم به همراه بینندگان عزیز و مکتب شما و تکرار آنچه که گذشت. من اگر از شما بخوام که غیر از این آیه و آیاتی که شما بهش اشاره فرمودید در موضوع سعادت و خوشبختی، از اونجایی که ما خیلی وقتها میبینیم که گلایه های ما، شکایت های ما در فضای خانواده است، در محیط خانواده، و از اونجایی که بحث های گذشته ما بیشتر در فضای خانواده بوده، چه فرمول های دیگری برای خوشبختی و لذت از زندگی در محیط خانواده ما در کلام الله مجید پیدا میکنیم؟ در قضیه خانواده باید یه چیز رو مد نظر داشته باشیم و اون اینی که ما شاید هیچ ازدواجی رو نرفته باشیم مگر اینی که
در وقت عقد و اینا میگن که آقا این دختر پسر رو به عقد همدیگه در میاریم بر مبنای قرآن و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بر مبنای کتاب و سنت. اما متاسفانه چیزی که بروز میده اینه که نه آقا پسر ما و نه دختر خانم ما هیچ گونه آگاهی متاسفانه نه از قرآن و نه از سنت دارن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هم این میشه که ما یک زندگی پربار و با سعادتی رو نمیتونیم ترتیب بدیم. در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید ولمن خاف مقام ربه جنتان، کسی که ترس و تقوای الهی رو داشته باشه و خداوند رو در هر کوچک و بزرگی مد نظر داشته باشه، 2 تا بهشت براش هست، یکی بهشت دنیا و یکی بهشت آخرت. یعنی اینی که در دنیا هم ما باید در بهشت زندگی کنیم، زندگی سعادتمندانه و خوشبختانه. یکی از علما غالبا امام ابن تیمیه باشند میفرمایند که خدا را در دنیا بهشتی است که اگر کسی وارد این بهشت دنیا نشه وارد بهشت آخرت نخواهد شد. پس معیاری که ما میخوایم، مسیری که ما میخوایم بهش برسیم، سعادت و به اصطلاح خوشبختی، بهشتی زیستن در دنیا و در آخرت است. در محیط خانواده، خب خانواده باید مثل یک اتاقی از اتاقهای بهشت، یک قصری از قصرهای پرسعادت بهشت باشه. برای رسیدن به یک مدیریت درست بهشتی خانواده، خداوند متعال برای ما یک قوانینی گذاشته. من در اینجا فقط به چند موردش اشاره میکنم گذرا، فقط با دقت اینها رو به اصطلاح بفهمیم تا بتونیم که به اصطلاح از این زندگیمون به اصطلاح لذت کافی رو ببریم. خداوند متعال در آیه از قرآن کریم میفرمایند الرجال قوامون علی النساء، مردان قیمومیت و برتری داده شدند، اولویت داده شدند بر خانم‌ها. به خاطر چی؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، برخی رو خداوند متعال بر برخی دیگر برتری داده و اینی که مردا وظیفه درآمد این خانه رو، چرخش این خانه رو بر عهده دارند و به ما انفقوا من اموالهم، از تلاش روزمره اونها رزق درآور به اصطلاح روزی درآور خانواده مردا قرار داده شدن. مدیر کلی خانواده مردا هستن. بله، مدیریت به معنای برتری و فضیلت نیست. مدیریت به این معنا نیست که مثلا مرد بیاد ظلم کنه، ستم کنه، دیکتاتور باشه، دستور بده، نمیدونم. نه خیر، مدیریت به معنای این معنا نیست. مدیریت به معنای چی هست؟ به مدیریت به معنای مسئولیت هست، به معنای مسئول است. باید امنیت خانواده رو حفظ کنه، باید محبت رو ایجاد کنه، باید مودت و رحمت و مهربانی رو ایجاد کنه، باید حمایت و امنیت خانواده رو ایجاد کنه. وظیفه‌اش بیشتر هست. مثل اینی که مسئولیتش کاملا، یعنی مسئول اول خانواده مرد هست. به این معنا که مثلا ما در یک سفر هستیم، وقتی که با هواپیما سفر میکنیم میبینیم یه نفر هست به نام خلبان، یه نفر دیگه هم هست کمک خلبان. کمک خلبان و خلبان هر دو از نظر رتبه به اصطلاح علمی و فنی هر دو مثل هم هستن. تنها موردی که هست آقای فلانی شده خلبان، دوستش کمک خلبان هست که اگر در مواردی خلبان براش مشکلی پیش اومد، آقای خلبان به اصطلاح سکته کرد تو راه، مشکلی براش پیش اومد، کمک خلبان که خودش یک خلبان کامل هست میتونه به اصطلاح مدیریت هواپیما رو به دست بگیره، میتونه به سلامتی هواپیما رو به سرمنزلش برسونه. که اگه خلبان سکته کرد بگه هواپیما سکته نکنه. هواپیما سکته نکنه. دقیقاً همچین موردی. اما اگر موردی بود خب یه مقداری به اصطلاح تو هوا موج بود، نمیدونم بارون بود، حالا هواپیما مسیر رو ادامه بدیم یا در اولین فرودگاهی که سر راه هست بشینیم. اینجا خب 2 نفرند. حرف کی هست؟ حرف خلبان هست. شاید کمک خلبان بگه آقا بهتره که فرود بیاییم. یه نفر باید تصمیم نهایی رو بگیره. یک نفر در مشکلات، در مسائل مهم حرف اون باشه و الا مسیر زندگی به جلو نمیره. خب
این اینجاست که به اصطلاح هیچ گونه مثلا یک چراغ راهنمایی وقتی که سر راه میذاریم، چراغ راهنما به معنای این نیست که ما راه رو بستیم. چراغ راهنما به معنای تنظیم حرکت هست. تنظیم امور خانواده بر عهده مرد گذاشته شده، اما در بقیه به اصطلاح امور، در امور عادی زندگی با هم مشوره میکنن، با هم همکاری میکنن. اصلا اسمش چی هست؟ اسمش همسر هست. یعنی در یک مستوا قرار دادن، هر دوتاشون مسئولند، هر دوتاشون به یک اندازه مسئولیت دارن و فقط در اداره خانواده مسئولیت مرد بیشتره. حتی در مقابل مسئول دوم که کمک خلبان باشه، مسئول اول خلبان مسئولیت داره که این کمک خلبان آقا بهش رسیدگی درست شده، کمک خلبان به اصطلاح جاش خوبه، حرفش درست میرسه، بهش خدمت میشه، تمام اینها. واسه همینه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در توصیه میکنن به مرات و کرات به مردها که آقای مواظب خانم‌ها باشید، استوصوا بالنساء خیرا. در آخرین توصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که از این دنیا رحلت می‌فرمایند، توصیه می‌کنند به خانم‌ها، تاکید می‌کنند که من از دنیا خانم‌ها رو دوست دارم، شما هم دوستشون داشته باشید. ما اکرمهن الا کریم، تنها انسان سخاوتمند و کریم و با شخصیتی که زنها رو بهشون احترام میذاره و احترامشون رو میکنه. ولا اهانهن الا لئیم، انسان خسیس هست، انسان بد جنس است که به اصطلاح به زنها بی حرمتی میکنه و به اصطلاح بد رفتاری میکنه اینها. و اگر کوچیکی شد، بدی ازشون صورت گرفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم توصیه میکنن چشم پوشی کنید، نمیدونم بذارید بابا اینها از به اصطلاح استخوان کج سینه آفریده شدن، پس به زور نمیشه راستشون کرد، به همین صورتی که هست مدارا کنید. در آیه دیگه از قرآن کریم، اونم خیلی خیلی مهم هست در مدیریت خانواده برای رسیدن به بهشت سعادت خانوادگی، این است که خداوند متعال امر میکنه، دستور میده به آقایون و عاشروهن بالمعروف. آقایون شما وظیفه دارید، امر الهی است، دستور الهی است که با همسرانتون به خوبی رفتار کنید. ببینید رفتار به خوبی رو ما این نفهمیم که بله یعنی بهشون بدی نکنیم، اذیتشون نکنیم، آزارشون ندیم. این معنایی نیست. ما در زندگی اصلا در کنار هم وقتی زندگی میکنیم که قرار نیست که به هم دیگه آزار و اذیت برسونیم. آزار و اذیت اصلا شیمه به اصطلاح مسلمونا نیست. مسلمون اون کسی است که دیگران از دست و زبان اون در امان باشند. پس عاشروهن به معروف یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر اونها به ما آزار و اذیتی رساندند، در مقابل این آزار و اذیت اونها ما صبور باشیم، ما بردبار باشیم، ما بدی رو به خوبی جواب بدیم. این به این معناست که در به اصطلاح اختلافات زناشویی که میاد، هر مشکلاتی که ما پیش میاد، این مرده که باید مثل کوه وایسه، به خصوص وقتی که در خانواده‌ای به اصطلاح فرزندانی بود. هر گونه اختلاف بین پدر و مادر انعکاس بدی داره بر تربیت فرزندان. خیلی از خانم‌ها رو داریم، خیلی از دخترها رو داریم که از ازدواج بیزارن، خیلی از جوان‌ها هستن که از ازدواج فرار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اون تربیت کودکی. حالا پدر و مادر پیر شدن، حالا به اصطلاح آبشون توی جو میره، هیچ مشکلی ندارن، اما از اون کوچیکی که بچه‌ها به اصطلاح 2-3 ساله بودن و 7 ساله بودن، اینا یک صحنه‌هایی رو دیدن که این صحنه‌ها در ذهن دارن. دقیقاً، چون این به اصطلاح مدت زمان اولیه تربیتی فرزندان خیلی مهم هست. این یه طوری انسان رو، عقل باطن انسان رو بار میاره که بعدها اصلاحش کار آسونی نیست. به طور مثلا ما میبینیم که الان طرف میاد در مهندس بزرگ، یک اختراعگر هست، نمیدونم یک پژوهشگر بسیار بزرگی هست در ناسا مثلا، ماهواره میفرسته به آسمون، ماهواره درست میکنه، هر سال 2 ماهی تو آسمونا سیر و سیاحت میکنه، اما همه هم و غمش چی هست که کی تابستون میشه، تعطیلات تابستونی میشه. تا تعطیلات تابستونی شد بلیطشو میگیره، میره تو کجا؟ تو همون روستای عقب مفتاده دوردراز هندوستان تا بره پیش حضرت گاو و اونجا سجده کنه و گاوو بپرسته.
این عقل در اونجا ببینید چقدر رشد کرده در محیط علمی، اما اون بار منفی که در کودکی در ذهنش گذاشته شده بود هنوز داره اون رو مهار میکنه، هنوز داره اون رو مدیریت میکنه. این مسائل بسیار اختلافات خانوادگی در ذهن بچه‌ها همچنین تصوراتی رو احیانا میکاره و این باعث میشه که بعدها بچه‌ها در زندگیشون موفق نشن. واسه همین به پدرها و مادرها توصیه میشه که در وقتی که بچه‌هایی در خانه هستند اونجا دیگه حظ نفس و خواهشات نفس و منیت ها رو باید زیر پا بذارن و سعادت رو اونجا بیارن. ببینید برای ساختن سعادت حتی ببینید دروغ خیلی چیز بدی هست و یکی از گناهان کبیره هست، اما وقتی که میاد در مسئله ساختن سعادت خانواده میشه میگن آقا دروغ هم جایز هست. دروغ جایز هست وقتی به آقایون میگیم، آقایون دهناشون گل میکنه به اصطلاح همچین خوشحال میشن که بله دیگه الان تا رفتیم تو بازار یه صابون خریدیم به 10 تومن میایم میگیم که 500 تومن خریدیم. نه خیر، دروغ گفتن تو این به این معنا نیست که شما یه چیزی خریدید ارزون بیاید بگید گرون. خب چی میشه وقتی گفتی صابون 500 خریدی، خانم هم از خواهرش میپرسه میگه ما 10 تومن خریدیم، میگه این شوهر من چقدر دست و پا چلفته، چقدر دیوونه است، همه گولش میزنن، یا اینطور فکر میکنه یا فکر میکنه که دروغگو است. خب اما کجاست معناش اینجاست بدتر میشه. خب اینجاست که باید چی؟ وقتی که مثلا زن خودش رو میکشه وقتی که بهش میگی دوستش داری، عاشقشی، یعنی والا که دوست نداشته باشم بالاخره اینجا پیاز داغش رو زیاد میکنه و سالاد هم میذاره کنارش، دیگه من بی تو هرگز اصلا دیگه. این جمله اگرچه هم از ته دل بر نیاد و دروغ باشه، که البته ما میخوایم که به این از ته دل بر بیاد. چرا؟ چون که همین جمله اگر از ته دل بر نیومد از به صراحت تأثیرش بسیار بسیار ناچیز خواهد شد. اینه که توصیه میشه که آقایون این ترفند خوب رو هم آقایون هم خانم ها از یاد نبرند که همیشه به همسرشون نشون بدن که دوستشون دارن و بهشون عشق می‌ورزن و به هر حال برای رسیدن به عشق و محبت بیشتر حتی اگر همچنین پیازداغ‌هایی رو تو جملاتشون به کار ببرن، این خودش مایه به اصطلاح رضایت خداوند رو جذب خواهند کرد، زندگیشون رو پربار خواهند کرد. این آیه دومی بود که نیاز بود اینجا بهش اشاره بشه و آیه خیلی مهمی که هست این هست که خداوند متعال یک قانون کلی به ما یاد میده که این مسیر زندگی رو کاملا برای ما روشن میکنه. جناب دکتر اگر اجازه بدید من چون احساس میکنم که مشکل تصویر داریم که هی دوربین رو سر من نگه داشتن دوستان، تا دوباره دوستان ارتباط با شما برقرار کنم من دعایی رو که شما ذکر کردید خدمت بینندگان مرور میکنم. جناب دکتر به 2 آیه اشاره فرمودن که بسیار مهم هست در بحث حل آن چیزی که سبب زوال خوشبختی در محیط خانواده میشه. موضوع اول الرجال قوامون علی النساء در آیه 34 سوره مبارکه نساء که به هر حال برای مدیریت خانواده یک تفاهمی بین دو طرف لازم هست و اینکه موضوع مدیریت کلی علاوه خصوص مدیریت فضای خارجی خانه به عهده مرد هست و مدیریت داخل خانه و آنچه که به هر حال داخل خانه استفاده میشه به عهده زن. تعبیر دوستان استفاده میکنن، تعبیر جالبی است که مرد وزیر خارجه است و خانم وزیر داخل است. به هر حال دیگه آنچه که در محیط داخل خانه است بیشتر خانم سررشته به دستش هست و هر کاری که بخواد انجام بکنه. و بخش دیگر از آیه مبارکه سوره بقره که الله تعالی فرمود و عاشروهن بالمعروف و با اونها با نیکی و معروف معاشرت بکنید. و اینکه انسان در فضای داخل خانه و در محیط داخل خانه نیاز هست که اون گونه‌ای که شایسته هست و بایسته است با همسر خودش رفتار بکنه. اینها سبب خوشبختی در فضای داخل خانه میشه و ما میتونیم واقعا معنا و مفهوم حقیقی زندگی رو درک بکنیم. جناب دکتر اگر تشریف دارید آیه 3 رو شما می‌خواستید اشاره بفرمایید. آیه 3 که بسیار مهم هست و مسیر زندگی رو برای ما کامل روشن میکنه
خداوند متعال میفرماید فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر شما از همسراتون خوشتون نیومد، یه چیزای بدی ازشون دیدید، یه نفرتی به وجود اومد، بدونید که چه بسا که شما چیزی رو ازش بدتون بیاد و در اون چیز خداوند متعال خیر بسیاری رو قرار بده. ببینید خیر، کسی که میگه خیرن کثیرا، خیر بسیار، خوبی های خیری، این خداوند هست که این حرف رو میزنه. خداوند داره میگه که خیلی خوبی ها رو خداوند توش قرار میده. ببینید در زندگی وقتی من میگم که مثلا بچه من میگه که من خیلی پول دارم، یعنی چی؟ میگم که حتما 100 تومانی داره، به اصطلاح 1000 تومانی تا داره، بستنی و پفک پول داره دیگه. به هر حال این بچه است. اما وقتی آقای سلیمانی میگن که من خیلی پول دارم، دیگه حرف میاد روی چی؟ روی چند میلیون. وقتی که پادشاهی میگه من خیلی پول دارم، میاد حرف چی؟ روی چند میلیارد میرسه. وقتی که خداوند متعال میگه خیرن کثیرا، که من تو این خیر بسیاری قرار میدم یا در این خیر بسیاری خواهید دید، واقعا خیر بسیار هست. مهم این است که ما شمارش فراتر هست. دقیقاً اینجاست که به اصطلاح همه خانواده ها، همه خانه ها مبنای اساسیشون بر عشق و عاشقی نیست. یه خانه‌ای به اصطلاح بر مبانی مصلحت بنا میشه. خب مصلحت در این بود که به اصطلاح من حرف پدر و مادرم رو بگیرم و با این دختر خانم ازدواج کنم. دختر عمو بود و کسی نگرفت، من گرفتم، صله رحمی رو به جا آوردم. خیلی از مسائل دیگه هست که زندگی رو یه طعم دیگه میده، یه چیزی به اصطلاح باعث میشه که یک لذت دیگه انسان از زندگی احساس کنه که خیلی های دیگه احساسش نمیکنن. یعنی جناب دکتر میفرمایید که بعضی زندگی ها هست که بدون عشق هم آغاز میشه، اما مصالح دیگری همون لذتی رو که عشق داره در زندگی میاره، همون لذت رو میاره، بیشترش هم میاره. عشق به وجود میاد. ببینید وقتی که گرچه بدون عشق آغاز شده پیش زندگی، اصلا کلن اساسا ازدواج ها بدون عشق آغاز میشه. اون چیزی که ما بهش اسمشو میگذاریم عشق، اون عشق نیست، اون یک نوع تصور هست، تصور عشق هست، همون سراب عشق هست. یعنی چی جناب دکتر؟ ببخشید من خب الان یک بنده خدایی واقعا عاشق دیگه، الان عاشق یک پسری هست، دختری هست، یکی از دو طرف واقعا دوست داره دیگه، شب و روز نمیشناسه، نمیتونه اصلا تحمل کنه دوریش رو، نمیتونه که حتی یک روزی که تلفنی صحبت نکنه باهاش به تعبیر خودشون دیوونه میشه. خب حالا این عشق نیست؟ این اسمش عشق نیست، این همون سرابیه که ما از دور داریم میبینیم. این تشنه هست، دو نفر تشنه هستند، یه سرابی رو دارن میبینن، برای اون سراب دارن به اصطلاح چهچه میخونن. حالا ما بیاییم ببینیم هیچ وقت هیچ زندگی توش عشق نیست که این زندگی متلاشی بشه. وقتی که عشق هست یعنی چی؟ یعنی ذوب شدن در همدیگه. وقتی ما در همدیگه ذوب شدیم دیگه معناش چیه که ما بتونیم از همدیگه جدا بشیم؟ چقدرند از همین عاشق نماها که یه هفته بعد از ازدواج میزنن رو سر همدیگه، از هم جدا میشن. خب پس عشق نبود، یه سراب بود. خب عشق چجور به وجود میاد؟ عشق پله پله به وجود میاد. یعنی میفهمید عاشق نبود، طرف گشنه بوده و تشنه بوده، سیر شد رفت. دقیقاً گرسنه و تشنه هستند. خب دیگه الان بدون صدا هر گردی رو نون میبینه، هر نمیدونم لیوانی رو فکر میکنه که توش آب هست. وقتی که عشق به وجود میاد که ما همدیگر رو شناختیم، کل خوبی ها و بدی های همدیگر رو دونستیم و این اتفاق نمیافته تا ما به هم نزدیک بشیم. وقتی که به هم نزدیک شدیم، اون پرده های دروغینی که برای هم دیگه بافته بودیم همه برملا شد. واقعیت خودمون رو دیدیم، آن روی سکه رو هم دیدیم. وقتی که آن روی سکه برملا شد دیدیم بله با این وجود، با وجود 80 تا دقیقاً با وجود 80 تا بدی که هست، من این 80 تا بدی رو به خاطر 20 تا خوبی که هست، این خوبی ها اونقدر پیش من ارزش داره که من همه اینها رو میذارم کنار و قبولش دارم. وقتی من میام بر مبنای صله رحم مثلا ازدواج میکنم،
دختر عمو هست، ترشیده، عمرش از من 10 سال بزرگتر هست، کسی نگرفته، من میخوام که خانواده عمو، لبخند عمو رو ببینم، میام یک نوع گذشت میکنم. خب همه این خوبی ها رو داره، همه این بدی ها رو، به اصطلاح ناقص ها رو داره، در مقابلش یک خوبی داره و اون اینه که دختر عموم هست. از این باب من میتونم لبخندی رو بر چهره عموم میبینم، میتونم این مشکلی که بر این خانواده اومده این رو برطرف کنم. این وقتی که ازدواج میکنم اینقدر من احساس سعادت و خوشبختی خواهم کرد که خیلی خیلی از افرادی که به اصطلاح عاشق نما بودن این رو اصلا تصورش رو ندارن. ببینید مبنای ازدواج بر چی است؟ اگر ما میخوایم ازدواجمون برای رسیدن به رضایت خداوند متعال باشه، اگر در این ازدواج خیلی از معیارهایی که ازدواج موفق درش باید باشه نیست، با این وجود خداوند متعال در آسمون ها این ازدواج رو آنچنان ترتیب میده که سعادت و خوشبختی از در و دیوار این خونه میباره. در مقابل بیاد دو نفر نه به خاطر رضایت خداوند، نه به خاطر اطاعت خداوند، نه به خاطر رسیدن به رضایت خداوند ازدواج میکنن، همه معیارهایی که ما برای یک ازدواج موفق میگذاریم، از عمر گرفته تا موقعیت اجتماعی تا نمیدونم ثروت تا خوشگلی و نمیدونم شناخت و همه اینها برآورده هست، اما در مقابل اونجا شیطانی هم هست که این ازدواج رو میتونه به هم بزنه، میتونه در اینجا وسوسه به وجود بیاره، همه این مسائل رو به وجود بیاره. اینجاست که خداوند متعال به ما میگه که فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. در هیچ در ازدواج معنای این نیست که در ازدواج مشکلات به وجود نمیاد، اختلافات به وجود نمیاد، سوء تفاهمات به وجود نمیاد. آقا اگر اینها به وجود اومد، مردانگی در این نیست که شما در زندگیتون مشکل نداشته باشید. مردانگی تو اینه که اگر مشکل داشتید چطوری بتونید این به اصطلاح کشتی رو مهار کنید، چطوری بتونید با این مشکل کنار بیایید، چطوری بتونید خودتون این مشکل رو یه جا بذارید، مثبت‌ها، جوانب مثبت رو بروز بدید، پررنگ کنید، جوانب منفی رو کم رنگ کنید. کم کم میبینید که در این زندگی شما خیراً کثیرا به وجود میاد. وقتی که تحمل میکنید بر آزار و اذیت به اصطلاح که از طرف همسرت میاد، هدفت رضایت خداست، هدفت پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. هدفت اینه که تو همیشه تو ذهنت هست که پیامبر توصیه فرمودن که بدی نکن، خداوند گفت که عاشروهن بالمعروف. خب من الان به خوبی بدی رو به خوبی جواب میدم. همین که بدی رو به خوبی جواب میدی لذت میبری. خب تا که میخواد به اصطلاح طرف مقابل سنگ خارا باشه؟ 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 10 سال. بعد از اون 10 سال میبینی که خرد شد، اون هم مثل شما آب زلال میشه. این آیه به اصطلاح سومی بود که جا داشت بهش اشاره کنم که در مدیریت درستی خانواده موفق نیاز هست که این رو میفهمیدیم. آیه چهارمی که ببخشید قبل از اینکه از این آیه خارج بشیم، من چون سوال من مرتبط به همین آیه هست همچنان، پس ما میتونیم از این آیه که شما اشاره فرمودید بهش در سوره مبارکه نساء آیه 19 بخش آخرش، ما میتونیم از این آیه این برداشت رو بکنیم که احیانا الله متعال میفرماید زندگی‌هایی هستند که در ابتدا بر مبنای آنچه که ما احساس میکنیم و امروزه عشق، حالا اسمش رو ما امروزه گذاشتیم عشق و محبت دو طرفه و تعامل و تفاهم دو طرفه، زندگی‌هایی هست که بر این مبنا آغاز نمیشه. چه بسا که یک زندگی هست که بر مبنای اصلا اجبار و اکراه به تعبیر قرآن فإن کرهتموهن بر مبنای اکراه آغاز میشه. اما این زندگی ما میتونیم این زندگی رو با رفتار خودمون، با اون معاشرت به معروف و نیکی به جایی برسونیم که خیلی از اون کسانی که با عشق در ابتدا ازدواج کردن حسرت به دل فضای زیبای خانواده ما و خانه ما بمانند و ما میتونیم که این فضا رو به بهترین وجه ممکن تغییر بدیم، با وجود اینکه مشکلاتی بود، با وجود اینکه شاید مثلا در جمال، در مال، در موقعیت اجتماعی، در بسیار از مواردی که برای خیلی مهم هست مشکلاتی وجود داشته، اما این نمیتونه، عدم وجود این موارد
سبب بشه که ما خوشبختی و لذت در زندگی از ما زائل بشه و به این درجه نرسیم، و بلکه میتونیم دو خوشبختی و لذتی داشته باشیم که خیلی های دیگه حسرتش رو بخورن. دقیقاً استاد سلیمانی عزیز، ببینید ما حتی در محیط جامعه این رو به وضوح داریم میبینیم. آقا درصد آمار به اصطلاح طلاق در روستاها چرا کمتره؟ با وجودی که در شهر قضیه با عشق است، در روستاها اختیار پدر مادر بیشتر غالب است. خب اونجا شاید هم به اصطلاح بچه روستایی ما یه نقی هم زده باشه که من میخواستم مثل فیلم فلانی زن بگیرم و پدر مادرم اجبارم کردن، اما وقتی یه 2 ماهی نگذشته بود میبینید که دوتاشون مثل دوتا بلبل تو باغا دارن دنبال هم میدوند، خوشبخت، سعادت، چهچهون فی الباغات، چهچه میزنن. و در مقابل میبینیم که افراد تحصیل کرده، درصد آمار در بین افراد تحصیل کرده دانشگاهی، درصد آمار طلاق از همه جا بیشتر هست. کارمندای یک اداره، نمیدونم افراد تحصیل کرده هستن، بابا اینا که دیگه تا دیروز به اصطلاح به هم دیگه تلفن نمی‌کردن، به قول شما خواب آرامش نداشتن. پس چه شد این همه قصه های دروغین و اون همه سرابها؟ قضیه اینجاست که مفاهیمی غیر از معنای به اصطلاح سرابگونه عشق، مفاهیمی دیگه‌ای در زندگی انسان غالب هست و مد نظر خیلی از انسان‌ها هست، به خصوص انسان‌هایی که در زندگیشون یه نوعی هدفی دارند، انسان‌هایی که برای زندگیشون ارزش قائل هستند. مورد بعدی که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که آیه‌ای که قرآن کریم در سوره طلاق بهش اشاره میکنه که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، هرگز خانم‌ها رو از خونه‌هاشون بیرون نکنید و اونها هم از خونه بیرون نشن. برای داشتن یک خانواده مستقل، یک خانواده‌ای که ما می‌خوایم اون خانه بهشت باشه، هیچ وقت 4 دیواری خانه رو نباید ترک کرد. این به معنای ترک نکردن، ببخشید جناب دکتر، این ترک نکردن به چه معناست؟ یعنی اصلا بیرون نرن یا نه معنای دیگری؟ شاید چون بعضی بیننده‌ها اینجوری برداشت کنن که زن از خونه نباید اصلا بیرون بره، در 4 دیواری باید همونجا بشینه، هیچ وقت نره بیرون. دعوایی اگر شد، اگر اختلافی به وجود اومد، بگو مگویی شد، هرگز زن خانه رو از خانه بیرون نره. این معنی نیست که برای خریدی، برای تفریحی، برای ملاقات چیزی نره بیرون، چون سوء برداشت گفتم نشه از آیه. قضیه به اصطلاح دعوا و مرافع است، اینجا به اختلافات است. وقتی اختلافی شد، وقتی قهر کردن، دیگه از خونه نره بیرون. واسه چی؟ واسه اینکه وقتی که شما از خونه رفتید بیرون، کجا میخواد بره زن؟ میخواد بره زن خونه پدر مادرش، میخواد بره خونه خاله، عمه، دایی، کسی که به اصطلاح الان جای پدر مادر رو در نبودشون داره، برادر بزرگ، نمیدونم خواهر بزرگ. اونجا که رفت، اگر در محیط خانه یک اشتباه، یک لغزش، یک اختلاف بسیار کوچیکی بود، وقتی اونجا رفت دیگه 100 تا زبان دیگه پیدا میشه که اون رو بار منفی بدن، دعوا رو به اصطلاح هیزم بیار معرکه بشن. اونجاست که دیگه این اختلاف یا این مشکل بسیار کوچیکی که به وجود اومد، این بسیار بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا میکشه به طلاق. خب در حالی که اگر مشکل خیلی بزرگ بود، اگر یک مشکل بسیار عمده‌ای بود، یک مشکل اختلاف بسیار بزرگی در بین زن و شوهر بود، اما زن حاضر نشد که خونه رو بره ول کنه و بره بیرون، اینجا چی میشه؟ با مرور زمان خیلی از مشکلات رو زمان حل میکنه. برای خیلی از مشکلات نیاز هست که ما صبر کنیم. بذار یه هفته بگذره، بذار یه ماه بگذره، بذار 2 ماه بگذره، بذار آقا یه سال بگذره. خب این مشکلات به اصطلاح خود به خود کم اهتمام دادن به اون کم میشه. وقتی یه چیزی به اصطلاح ببینید، یک لیوانی از دست بچه افتاد، مادر عصبانی میشه، شاید یه سیلی هم به بچه بزنه، 2 ساعت نگذشته همین مادر میاد سر بچه رو میبوسه، احساس میکنه که چه اشتباهی بزرگی کردم. خب لیوان از دست بچه افتاد، شکست، یعنی چی دیگه؟ الان همون موضوعی که 2 ساعت پیش چقدر اهمیت داشت که این مادر رو منفعل کرد، این مادر کنترل خودش رو از دست داد و فریاد کرد، بچه رو زد، الان همون 2 ساعت از اون گذشت، یه مدت زمانی بر این مشکل گذشت،
این مشکل اصلا یه چیز پوچی شد، بی اهمیت شد. مادر از این انفعال خودش به اصطلاح داره معذرت خواهی میکنه، پشیمون هست، میاد به اصطلاح پیش بچه، از بچهش داره خجالت میکشه که چرا به خاطر یه لیوانی من بچه‌م رو زدم یا به اصطلاح یک انفعال نادرستی انجام دادم. زمان حلال خیلی از مشکلات هست. اینه که در هیچ موردی به هر چقدر مشکل در خانه بزرگ بود، زن نباید این عرش پادشاهی خودش رو ول کنه و بره بیرون و به اصطلاح باعث بشه که این خانه به اصطلاح تزلزل توش به وجود بیاد، کدورت به وجود بیاد، دعوا به اصطلاح به بیرون درز بکنه. مسائلی که در داخل خانواده هست اینها مسائلی هست که باید حفظ بشه، باید به بیرون درز نکنه. هر چقدر بزرگ و کوچیک باشه باید در احادیث داریم که خداوند متعال از زن ستیر خوشش میاد، از زنی که به اصطلاح مسائلی که تو خونه هست اینا رو هیچ بله. و از علامت‌های یک زن خوب و یک زن موفق چی هست؟ علامت زن موفق این است که همیشه خوبی‌های شوهرش رو به بیرون درز میده. در جایی که میشینه تو مثلا در جلسات خانوادگی همیشه خوبی‌های خوب، هر شوهری بدی هم داره خوبی هم داره، هیچ وقت بدی شوهرش رو در بیرون از خونه نمیگه، همیشه خوبی‌های اون رو به روز میده و از بدی‌هاش چشم پوشی میکنه. این یک خانم موفقی هست که میتونه به اصطلاح یک خانواده خوبی رو، یک خانه‌ای رو که میتونه یه باغچه‌ای از سعادت بهشت باشه رو میتونه مدیریت بکنه و موفقیت این خانواده رو تضمین بکنه. انشالله که الله تعالی فضای همه خانواده های ما رو این چنین با سعادت، خوشبختی و لذت داخل خانه نگه دارد. میان برنامه به همراه شما بینندگان عزیز میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه‌های شبکه، اما از برنامه‌های زنده، کلیپ‌ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب‌ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع از زندگی خود لذت ببر. مواردی رو از کلام الله مجید جناب دکتر بهش اشاره فرمودند در مورد آنچه که به ما کمک خواهد کرد تا فضای خانواده رو فضای آرام، لذت بخش و سرشار از عاطفه و محبت و همدلی داشته باشیم. جناب دکتر، چه عوامل دیگری به خوشبختی ما کمک خواهد کرد در زندگی؟ یه موردی که بسیار مد نظر باید باشه و همیشه در ذهن ما باشه اینه که ما در مسیر اطاعت و فرمانبرداری و عبادت خداوند متعال قرار داریم. هرچه از این مسیر به دور بریم، نسوا الله فنسیهم، هرچه ما خدا رو از ذهنمون بذاریم بیرون، خدا رو فراموش کنیم، خداوند هم به ما بها نخواهد داد، اهتمام نخواهد داد. ببینید هر دو نفری، حالا چه زن و شوهر باشند یا غیر از زن و شوهر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر دو نفری که با هم دوستند، ما تواد اثنان فی الله، دو نفری که به خاطر خدا همدیگر رو دوست داشتن، که همدیگه عشق می‌ورزیدن، ففرق بینهما، و یهو از هم دلگیر شدن، یهو از هم دیگه متنفر شدن. این سببش چیه؟ الا بذنب اصابه احدهما، مگر به خاطر یک گناهی که حداقل یکی از اینها مرتکب یک گناه شده، آثار منفی این گناه یه واکنشی رو به وجود آورده، اینها رو از هم دیگه جدا کرده. اگر این در بین دو تا دوست مصداقیت داره، در بین به اصطلاح یه زن و شوهر بیشتر مصداقیت داره. وقتی که زن یا شوهر به یک گناهی مبتلا میشه، به نمیدونم بر دنبال رسانه های فاسد میگیره، دنبال فیلم های مستهجن میگرده، دنبال میبینه که کم کم این رابطه صمیمیتی که بین خودش و خانمش بود این از هم دور میشه. و ما در محیط زندگی وظیفه داریم. ببینید یه وظیفه‌ای که خداوند متعال بر عهده ما گذاشته و ما رو تشویق کرده. ما چیکار میکنیم؟ در هر نمازی داریم دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت بفرما. راه کی؟ راه الگوها، راه کسانی که موفقیت رو چشیدن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اونهایی که شما به اونها نعمتها ارزانی داشتی، اونهایی که شما زندگیشون رو در اینجا در همین دنیا سعادت و خوشبختی رو نصیب اونها کردی. خدایا ما راه دیگران رو نمیخوایم ها، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدا ما نه راه کسایی رو که به اصطلاح بر اونها خشم گرفتی، گمراهان، اینا رو ما نمیخوایم، ما راه راست رو میخوایم. وقتی راه راست رو میخوایم یه مسیری رو حضرت ابراهیم به ما یاد داد، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بار اله ما دعا میکنیم، این دعا رو قرآن داره به ما یاد میده، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا بار الها ببخشای بر ما از زنهامون، از همسرانمون و از فرزندانمون و ذریه‌مون چی؟ چشم روشنی، مایه سعادت، مایه خوشبختی که ما کیف بکنیم. وجعلنا للمتقین اماما، بعد از اون ما رو الگو قرار بده. ما نمیخوایم تنها خوشبخت بشیم، بلکه میخوایم خوشبخت بشیم، چشای مردم هم ما رو ببینه، از ما خوشبختی رو یاد بگیره، از ما الگو برداری بکنه. کدوم مردم؟ حتی مردم نه، حتی نخبگان مردم. وجعلنا للمتقین اماما، ما رو به الگو قرار بده، امام قرار بده، پیشوا قرار بده بر متقیان، نه بر عامه مردم. عامه مردم که به اصطلاح چیز به اصطلاح ثابتی هست، هر کی میتونه الگوی اونها باشه. نه، ما حتی برای نخبه ها الگو باشیم. این مسیر رو وقتی ما طی می‌کنیم باید بدونیم که این مسیر فقط و فقط با داشتن خدا رو در کنار خودمون طی میشه. پس قضیه عبادت خداوند رو مد نظر داشته باشن. اینی که از مواردی هست که فضای خانواده رو خوشبخت و خوشبخت‌تر میکنه. یه مورد دیگه هم خیلی مهم هست، اگر جناب دکتر مختصرتر بفرمایید که چند تا سوالای بینندگان رو هم داشته باشیم. خیلی مختصر. یکی موردی هست که خداوند متعال به ما یاد میده که ما تشکر بکنیم.
قدر شناسی کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر خدا را به جا بیاریم، شکر بندگان خدا را به جا بیاریم. همیشه شوهر از خوبی‌های زنش تشکر میکنه، زن از خوبی‌های شوهرش تشکر میکنه، دوست از خوبی‌های دوستش به اصطلاح قدردانی میکنه، تشکر میکنه. این باعث میشه که احترام و تبادل به اصطلاح به همرسی بیشتر بشه. یه موردی که بسیار مهم هست و قرآن کریم به اون تاکید داره اینه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز و هرگز خوبی رو نخواهید دید مگر اینی که انفاق کنید نه از اون چیزی که دارید، نه از اون چیزی که دارید، حتی تنفقوا مما تحبون، از این چیزی که خوشتون میاد، از اون چیزی که بهش عشق دارید، از اون در راه خدا بدید. اگر محبت میخواید در راه خدا محبت بده، اگر شکلات دوست داری به دیگران شکلات بده، اگر لباس خوب لباس خوب بده. همون چیزی رو برای خودت میپسندی برای خانمت بپسند، برای دوستت بپسند و به اون بده. ولینفق ذو سعة من سعته. هر کسی از اون چیزی که در توان داره بده. اون چیز نیاز نیست که همیشه که نمیتونه پول باشه. و من قدر علیه رزقه، اون کسی که پول و بلایی چندانی نداره، فلینفق مما آتاه الله، ببخشه در راه خدا از اون چیزی که خداوند متعال بهش داده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند انسان رو به همون چیزی که داده از اون به اصطلاح بازخواست میکنه. آقا محبت بده، آقا خنده بده، آقا وقت بده، آقا سعادت بده، آقا خوشبختی بده، آقا پول بده. آقا هیچی نداری لبخند بده. آقا هیچی نداری، همون لبخند رو هم نداری، حداقل شر تو رو به مردم نرسون تا مردم از دست تو کلافه نشن و به این صورت بتونی یک فضایی از محبت و عشق رو در بین خودت، در خانواده، در بین دوستات به وجود بیاری. در خدمت شما هستیم با سوالات. جزاکم الله خیرا. جناب دکتر، بیننده‌ای پرسیدن که خواهری فرمودن که سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. یک کمکی می‌خواستم. من شوهرمو دوست دارم اما و اون هم منو دوست داره، فقط یک اخلاقش بده، این که خیلی خودخواهه و بهش میگم چرا به حرف من گوش نمیدی، اما دوستم داری به حرفت، اما دوست داری که من به حرفت گوش بدم. میگه وظیفه زنه که به حرف شوهرش گوش بده و کوچکترین حرفهای من رو هم گوش نمیده. شما به خواهر چه توصیه‌ای دارید؟ خواهر عزیز، منم با شوهر شما همراه میشم، میگم وظیفه زنه که حرف شوهرش رو بگیره. عزیز جان، شما یه مشکل کوچیک دارید، چرا میخواید بزرگش کنید؟ وظیفه زنه که حرف بگو چشم، وظیفه زنه. وقتی که شما حرف اون رو گرفتید، وقتی به اون محبت دادید، حتما محبت کسب خواهید گرفت. وقتی اطاعت کردید، به اصطلاح فرمان برداری بدون به اصطلاح درگیر شدن و بزرگ کردن واسه چشم گفتی، حتما چشم خواهی شنید. عجله نکن، این مسائل خود به خود حل میشه. و یادت باشه که انسان وقت با بخشیدن به خداش نزدیک میشه. هرچه به دیگران بدی بیشتر میتونی کسب کنی. خوبی بده تا خوبی کسب کنی، اطاعت بده حتما اطاعت کسب میکنی. و یادت باشه که الاقربون اولی بالمعروف، در دادن و اطاعت کردن و خوبی کردن از همه و همه بهتر اینه که به نزدیکات خوبی کنی و از شوهر که به شما نزدیکتر. با یه مسئله کوچیک اجازه نده که شیطان بیاد این رو بزرگش کنه و نمیدونم. همین که محبت شوهرت رو داری دیگه، حالا از دنیا چی کم داری؟ بیننده دیگری فرمودن سلام علیکم. علیکم السلام و عرض ادب و احترام خدمت استادان سلیمانی و جناب دکتر مرای عزیز. و علیکم السلام برادر عزیز. جوانی هستم، در اروپا زندگی میکنم، الحمدلله مسلمان و پایبند به دین عزیزم اسلام. از نظر مالی هم هیچ مشکلی ندارم، با پدر و مادرم هستم، 23 سال سنمه و همیشه دارای استرس و تشویش هستم و نمیدونم که چه کار بکنم. پیوسته منتظر هستم شاید فردا بهتر شود، منتظر فرداهایی هستم که نمیرسد. نمیدونم اشتباه کار من در کجاست و نمیدونم با زندگی چه کار کنم، چطور آینده خود را درست بسازم. در چهارراهی ماندم، همیشه در فکر آینده هستم که چطور میشه و چه رقم خواهد خورد. از سوئد برادرمون پیام فرستاده. برادر عزیز از سوئد، شما مشکلی ندارید. شما هنوز با پدر و مادرت زندگی میکنید، 23 سال داری، ازدواج نکردی. اولین نقطه این است که
به جای تا فردا صبحش هم منتظر نباش، از همین الان فکر ازدواج باش. اولین کاری که بکنی ازدواج کن. هنوز شما یه مشکلی دارید، یک خلایی دارید، یک بسیار شخصیت تکامل پیدا نکرده، خب طبیعی است. این استرسی که شما دارید کاملا طبیعی هست. انسان، خداوند متعال زن و مرد رو اینطور خلق کرده که با همدیگه تکامل پیدا میکنند. مرد اون عاطفه‌ای که کم داره، اون به اصطلاح خوبی‌هایی که کم داره، اون رو از زن میگیره و تکامل. شخصیت مرد یک شخصیت کامل هست در خودی خودش، اما یه نقایصی داره که با زن تکامل پیدا میکنه. زن یه ویژگی‌های خاص خودش رو داره، یه نقایصی داره که با مرد تکامل پیدا میکنه. شما وقتی ازدواج کنید احساس مسئولیت در شما زیاد میشه و این باعث میشه که انشالله استقرار داشته باشید. اما مبنا و اساس ازدواجت رو، همون چیزایی که تو برنامه امشب رو گفتیم، یه مروری بکن و بر این مبنا ازدواج کن. انشالله جنت دنیا رو قبل از بهشت آخرت خواهید چشید. بیننده دیگری فرمودن که من یک خانمی همکار من بود در فضای کار و با هم 2-3 سال که همکار بودیم، نیت داشتیم که با هم ازدواج بکنیم، قصد ازدواج داشتیم، حتی پول جمع کرده بودیم که با هم یک زندگی مشترکی رو تشخیص بدیم. خانواده دختر خبردار شدن، پدر و مادرش، و سبب شدن که کلا رابطه ما با هم قطع بشه و من الان حدود 1 ماه هست که هیچ ارتباطی هم با ایشون ندارم، هیچ خبری هم ازشون ندارم و نمیدونم چی کار باید بکنم و خیلی هم افسرده و ناراحتم. چی میگه شما به این بیننده؟ عزیز محترم، شما از اولش راه رو اشتباه رفتید. خونه رو همیشه از درش میان، نه از پنجره سر نمیکشن. شما خواستید از پشت دیوار همسایه سر بکشید تو خونه مردم، از پنجره برید. خب پنجره رو بستن، راه در هم بلد نیستید. عزیز من، اولویت یا شخصیت خانمی که شما میخواستید، خب این خانم یک خانواده‌ای داشت، شما باید با اون خانواده در تماس میبودید، نه با خانمی که به اصطلاح همکار شما هست، دور از چشمای دیگران برای همدیگه نقشه بکشید اینا. در حال یک اشتباهی کردید، این اشتباه گذشت. الان جا داره که شما شکر خدا رو به جا بیارید، 2 رکعت نماز استخاره بخون، در پی تشکل یک خانواده محترم باش، نه یک خانه‌ای که یک خانمی که به اصطلاح به دور از چشم دیگران بخوای اون رو شکار کنی. این پله اول رو اشتباه رفته بودی، الحمدلله خداوند گوشت رو گرفت. الان جا داره که برگردی و مسیر زندگی تو درست پیش بری. اگر میخوای با همین خانم ازدواج کنی، از در وارد شو، برو پدر مادرش رو کسب کن، بهشون برسون که به اصطلاح میتونی یک سعادت اون رو تضمین کنی. اگر موافقت کردن مبارکتون، موافقت نکردن، از همون دری که با سعادت رفتی، با لبخند رفتی، با لبخند بیا بیرون و بدون که اینجا سعادت شما نبود و دنبال سعادت جای دیگه باش. سعی نکن که به اصطلاح اون چیزی که خواهش خودت هست اون رو بر خودت تحمیل کنی، فرداش پشیمون بشی، به اصطلاح آبروریزی برای خودت و برای خانوادت بشی. خیلی ممنونم جناب دکتر. 1 دقیقه فرصت داریم برای شنیدن صحبت پایانی شما در برنامه. در مسیر زندگی نیاز هست که ما همین نقطه رو مد نظر داشته باشیم که همیشه سعی کنیم که محبت رو مثل یک گره کوری بکنیم که اصلاً واشدنی نباشه. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که منو چقدر دوست داری؟ فرمودند که مثل یک گره کور یک طناب. و همیشه میپرسیدند که یا رسول الله وضع اون گره کور چطوره؟ میفرمودند که هنوز به جای خودش هست. زندگی و سعادتمون رو یک گره کور طنابی بکنیم که هرگز و هرگز نشه اون رو باز کرد. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از حضور شما و صحبت‌های گران قدرتون در برنامه امروز. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر خاص دارم که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر ویژه از احمد جان، فرید منیر احمد، جاوید جان و رفیع الله عزیز در بخش کنترل که سبب این ارتباط بین ما و شما هستند. همیشه زحمت میکشن. در پایان از الله متعال برای گذشتگان خودمون بخشش، رحمت و مغفرت خواهانیم و برای خودمون تا آخرین لحظه حیات توفیق استقامت و ثبات در راه توحید و عبادتش رو خواهانیم. همه شما خوبان رو به الله متعال می سپارم. سلام بر شما.
الله.